شنوندگان عزیز، جای هیچ گونه نگرانی نیست. لنگر استراتژیک نظام میرسونه خودشو با هر فلاکتی باشه. وضع نظام بحرانیه، نمیتونه نیاد. کجا بره؟ سوریه یا کشورهای اروپایی که کت بسته بگیرن ببرنش با این تحریمی که علیه مقامات نظام هست. زنگ زده گفته میام، خودمو میرسونم. خفه کبار این ترافیکه. آیا دکتر الان رسیدین؟ نه خیر، 4 ساعت اومدم، الان تکرارش داره پخش میشه. کم اعصابمون خورده تا هم نمک باشی رو زخم ما. ناراحت نباشین آقای دکتر، حالتون چطوره؟ حالمون خوبه، تازه بوکتش کردیم. روشن شد، حالتو گرفتم. نه این به اون در. عواس آقا دویدیم تا اینجا تشنمون شده. این بنده خدا هم که همیشه از ترس هیبت ما دهنش خوش میشه. یه 2 لیوان آب بیار اینجا. 2 لیوان عواس آقا واسه من بیار قربونت. همین مشنگ بازی‌ها رو در میاری بلان اثبات که آدم تصمیم بگیره برنامه‌تو تحریم کنه. یعنی تو برنامه شرکت نکنین آقای دکتر؟ نه خیر، به جنس و قطعات نفروشم. خب تحریم برنامه همین میشه که شرکت نکنیم دیگه. بمیرم اون روزو نبینم آیه انشالله. برو سر آیه دکتر، یه پیشنهاد کمک داری. از کی؟ سردار رستم قاسمی گفته من تازه وزیر نفت شدم، چون اسمم تو لیست تحریم هست نمیتونم زیاد اینور اونور برم، در نتیجه وقت آزاد زیاد دارم، میتونم بیام تو حل و فصل مسائل استراتژیکی با آقای دکتر کمک کنم. نه چی تو سردار رستم قاسمی ناکس فیده رفت سوار اتوبوس شد، جا نبود بشینه. مورچه همین رستمی گفت آقا فیله دلم برات میسوزه، بیا بشین رو پای من. آقا دکتر ولش کن این مورچه رو. آیه دکتر، 2 نفر از مؤیدین نظام نامه دادن با اسامی مستعار و اوخ. که میشه علم الهدا، اوخ هم که میشه احمد خاتمی که از قدیم همینجوری بله پرسیدن آیه دکتر بزن بهادر، بهتر نیست الان که اوضاع نظام شولی بولی و فتنه دست از سرمون بر نداشته، به جای درست کردن هیئت حل اختلاف و گذاشتن شارودی بالاش، سریع کلک این رحیم مشایی دار و دستش رو بکنیم و مقام عظما رو از این غصه نجات بدیم. شما دوتا چقدر مشنگی که فکر کردی این هیئت برای حل اختلافه. مگه تو نظام تا حالا چند تا اختلاف حل و فصل شده که اینجوری ها بشه؟ اتفاقا هیئت برای همینه که خودتون گفتید. مرحوم بابی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض می‌کردم، بله میفرمودن که یه خانومی از بالای بالکنش داشت داد میزد و کمک میخواست، میگفت زود باشین بیاید صاحبخونه‌ام میخواد خودکشی کنه، میخواد خودش از پنجره پرت کنه پایین. بهش گفتن که ما از این پایین چه کمکی میتونیم بهت بکنیم؟ گفت هیچی، بدوید بیاید بالا کمک کنیم، پنجره گیر کرده باز نمیشه. روشن شد یا یه کمک اینجوری برات بفرستم. دکتر یه سوال خودم دارم. صبر کن قبل از اینکه سوالتو بپرسی چشمت قرمز شده. نه بابا چه کارش کنم آقای دکتر؟ هیچی، توقف کن، هر وقت سبز شد حرکت کن. حالتو گرفتم عین ماهی تو دریاچه. امروز حواس دارم حالتو میگیرم. حالا چشت سبز شد، حرکت کن برو سر سوال. آیا دکتر حالا چرا شارودی رو برای این کار انتخاب کردن؟ کی برای بابا تره خورد کنه؟ هیچکی. هوشیاری مقام عظما تو همین مهندسیه. اختلاف که حل بشه نیست، هر کی وارد این ماجرا بشه خودش رو خراب میکنه. به خاطر همین مقام عظما این یارو دادن جلو. مرحوم بابی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که یارو با داشتش رفت پیش دندون پزشک، شروع کرد به رجزخونی و هارت و پورت. گفت دکتر بی خود وقت تو با داروی بی‌حسی و این حرفا و مسکن و از این حرفا تلف نکن، یه ضرب دندون رو بکش کارو تموم کن. دکتر گفت ایول داری به شجاعتت، کاش همه مریضا اینطوری بودن. خب حالا کدوم دندونت درد میکنه؟ یارو هم داداشه رو هل داد جلو، گفت داداش نترس، دهنتو باز کن، دندونه رو به آقای دکتر نشون بده. روشن شد یا بفرستم به زیر مته دکتر. آیا دکتر شما مقام عظما رو به حقه بازی متهم میکنی و این که به دوستاش کلک زده؟ بهتر از حرفای توست که ناکس. این اتهام دروغ خوش انصاف. ایشون تو وضعیت گیجی که اصلا مگه ممکنه بتونن به کسی کلک و حقه بزنن؟ ناکس تو میخواستی ایشونو بدون بی‌حسی بدی زیر تیغ و مته دندون پزشکی. من غلط بکنم چی کاری بکنی؟ تو منو دعوت کردی که حرفای پرت و پلا رو جلوی من بزنی. همیشه تو مقام عظما رو نه میکنی.